در حال حاضر تو شهر رم زندگی میکنم. 36 سالم هست اگر درست بگم. غیر از موسیقی شغل اصلیم در حال حاضر تور گاید هستش، اکومپانی توریستیکو به ایتالیا. بسیار آدم بیرونگری هستم. توریست بودن برام لذت بخش، فرهنگ‌های مختلف، آشنایی با افراد جدید. در خانواده هنری بزرگ شدم، مخصوصا خانواده مادری. مادرم صدای بسیار خوبی داره، خاله‌هام و پدر بزرگم هم ردیف خون بودن و مادر بزرگم و شاهنامه دون بودن. خب کار موسیقی کردم، کنسرت‌های مختلف، جاهای مختلف، ولی لیسانس آواز کلاسیکو دارم، کنسرواتوار رم. در حال حاضرم که خود تو ارکستر تورنج فعالیت می‌کنم و موسیقی سنتی کار می‌کنم با استاد وحید تاج و کنسرت‌های رومی و ناپولیتان هم داشتم در تو این چند وقت. ببینم علی قراره چی اجرا کنی؟ فکر کنم تقریبا تو 3 دقیقه دیگه خود می‌بینی. خب تو قراره کدوم مربی رو انتخاب کنی؟ این سوال سختیه. من وای میسم ببینم که چی میگن. انرژی مثبت برات میفرستی. گرند قاسی. گودی. خیلی خوب برو حالا گود لک. من همیشه تو مسابقه استادیومی می‌خواستم شرکت کنم ولی حالا به دلایل این کار نکردم و دیدم که The Voice of Persia هستش و گفتم خب فکر می‌کنم الان موقعیتشه. امیدوارم استرس نداشته باشم. ولی خب تجربه بسیار خوبیه و اینکه طبیعتاً فکر می‌کنم باید 100% که نه 120% خودم بذارم. بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم. دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم. میخواهم عشقت در دل بمیرد، میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد. بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم. دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم. هر عشقی میمیرد، خاموشی میگیرد، عشق تو نمیمیرد. باور کن بعد از تو دیگری در قلبم جایت رو نمیگیرد. آقای خوشتیپ، اسم شما؟ من آروین هستم. آروین. بله. آروین چند سالته آروین جان؟ من 36 میرم تا 37. اولا جالبه، اصلا فکر نمی کردم که همچین چهره‌ای با همچین صدا، یعنی حالت عارف کوچک، عارف جدید که واقعا آهنگ عارف بود که بسیار زیبا بود. من فکر کنم دوره رفتی نه؟ کنسرواتوار سانتا چچیله رم درس خوندم. بله. آواز کلاسیک خوندم. کجا؟ هیچ ادعایی ندارم. رم. بله آواز کلاسیک خوندم ولی موسیقی موسیقی فوق لیسانس هم پداگوژی هم تدریس موسیقی خوندم. ولی خب اوکی. چهره مهربونت دوباره واقعا، یعنی مهربونی ازت میباره تو صدات هست و خیلی جالبه وقتی میخونی. حالا نمیدونم همیشه اینجوری یا نه، یا ترس بود یا همینجوری حال میکنین. دقت کردین چشاش همیشه بسته بود، یعنی من حتی میخواستم بای بای کنم کلا نمیشد. حسشو بگیرم چون اگه تو تیم کامیار بیای، یعنی اصلا من و تو یه هشتگ میشیم تو اینستاگرام با هم، آینده داریم و میتره کنیم با هم. کامیار الان داره ایراد میگیره نرو تو تیمش اصلا. میخوای بتره کنی جات اینجاست، چون من میدونم با تو چیکار کنم. وای 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 بفرمایید. It's okay. خیلی زیبا بود صدات. باعث افتخار. من خیلی خوشحال میشم اگه بتونم تجربه‌های خودم رو در اختیار تو باعث بذارم. افتخار. خوندن و خوب خوندن فقط تجربه است. یعنی باید انقدر خونده باشی تا این صدا اون جلای خودش رو پیدا کنه و بدونی که چجوری باید بخونی. امیدوارم که من بتونم کمکی بکنم به تو نازنین.
کسی که با تو کار بکنه از ما 4 نفر کارش خیلی راحت خواهد بود. با هر کدوم از ماها بدی، ماها آدمای خوش شانسی خواهیم بود که با تو کار بکنیم. میخوام تو تیم من باشی. اروین جان خیلی ممنون واقعا که امروز روزمون رو ساختی با این آهنگ زیبا و واقعا از صداتون لذت بردم. بسیار عالی اجراش کردین و توی تیم هر کسی که بیاین به نظرم ما برنده هستیم. الان وقت انتخابه. غلط کردم. ببین من واسم خیلی جالبه تو که درسشو خوندی با این همه علم کیو انتخاب میکنی؟ عشقم تو رو دارم. نه این تکنیکا آقا این تقلب میکنه. آقا کارگردان برنامه آقا بیا هلو. عشقم تو خدا یه مصنوع خدا یه می پرستون. نه الان جوابش برو بخون. عاقبت به هم رسیدیم من و تو روزای روشن رو دیدیم من و تو. بخون. گفتم سلام آقا بی خیال نگو فردا چی میشه، بدون کامیار چی میشه، دیگه بس کامیار نگو تکلیف فردا چی میشه. گفتم کامیار سلام، گفتم سوگند خدافظ. باشه بای. واقعا انتخاب کن، میدونم سخت انتخاب. تصمیم تو توی میکروفون بلند بگو که همه بشنون. آره یهو بگو. از بچگی حتی اگه من خاطره نیستم. نداری؟ از بچگی خاطره نداری؟ اسم مامانت نه از این تکنیکا نمیشه. خب بگو. 1 آره 2 بله من الان میگم. میخواد بیا تیم من فکر کنم. فکر کنم من کامیار انتخاب میکنم. من آروین رو که شنیدم قشنگ قلب پاکش رو حس کردم و هم تکنیک شنیدم، هم احساس کردم که با یکی دارم برخورد میکنم که احساس میکنم درسش رو خونده، چون یه حرکتایی میکرد با صداش که متوجه شدم. با این حالی که میدونم خودم رو در خطر گذاشتم، اما رفتم چند تا دگمه دیگم فشار بدم، چون میخواستم به آروین ثابت کنم که من میخوام بجنگم با صد و من نمیترسم از مربیای دیگه و ثابت کردم، جنگیدم و حتی یادمه بهش گفتم توی که درسشو خوندی واقعا کنجکاوم ببینم که کیو انتخاب میکنی، که خدا رو شکر منو انتخاب کرد. سلام عزیزم آروین گودی سلام. قاسی جون ایول آفرین. منتظرم که اتفاقای خیلی زیباتر برای بیفته. مطمئنم همه بتونن بهترینشون بذارن. واقعا من امیدوارم. عزیزم مخلصیم. بریم برای مرحله بعدی. قربونت برم. مخلص.